اگر برای شما هم جالبه بدونید که با چه ترکیبی نقاشی روی کیک کشیدم، توی این ویدیو همراه هم باشید. اول از همه قالبی که توش کیک پختم روی کاغذ روغنی میذارم و اون رو برش میدم. طرحم رو روی کاغذ روغنی پیاده میکنم و خب قیچی میکنم کنارهاش رو و میذارمش کنار. نوبت به ساخت رنگ‌هایی میرسه که قراره باهاش نقاشیمون رو انجام بدیم. اضافه خامه کاورم رو داخل یه پیاله میریزم، یه مقدار بهش کرمفیل شیری اضافه میکنم و رنگ دلخواهم رو تا جایی مخلوط میکنم که بهم یه بافت کرمی بده و بدون حباب. اون رو داخل قیف میریزم و قیفم رو میذارم داخل یخچال. طرحم رو میذارم روی کیکم و با یه وسیله نوک‌تیز مثل خلال دندون یا هر وسیله دیگه‌ای اطرافش رو مشخص میکنم. به آرومی اون کاغذ رو از روی کیکم بلند میکنم و جزئیات رو هم با همون وسیله نوک‌تیز مشخص میکنم. حالا که جزئیات طرحم رو مشخص کردم، نوبت رنگ‌آمیزی. اول دورگیری میکنم و بعد اون ناحیه رو با همون رنگ پرش میکنم. بعد با یه همچین وسیله شروع میکنم به اتصال خطوط به هم و در واقع صاف کردن اون خطوط. بعد از تمام شدن نقاشی هم یه دورگیری کلی انجام میدم. خب به نظر اینجوری قشنگ‌تر میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و ازش لذت برده باشین.